آقای فردوسی پور عنایت داشته باشید که متنایی که از طرف فیفا اومده اینا که خصوصی نیومده، که این متنا رو برای فدراسیون فوتبال فرستادن و کپیش در اختیار همه اون آقایون بوده. همه آقایون از روند اساسنامه و چه اتفاقی در اساسنامه افتاد کاملا مطلعن. کما اینکه شما الان میبینید که شما الان دارین استناد میکنید به این که ما بعد از من به شما الان اینجا مدرک نشون میدم که بنده در تاریخ 16 آبان ماه نامه نوشتم به آقای رئیس سازمان که آقای رئیس سازمان روز 1 آبان رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا تلفنی اطلاع داده که شما نمیتونید کاندید بشید. شما چه 16 آبان که دادید 8 آبان ثبت نام تموم شده اون موقع. 8 آبان ثبت نام تموم شده بود، ولی بنده در روز 2 بس اجازه بدید من نامه رو اینجا بگیرم اگه شما تونستید اینو نشون بدید. باشه. منم اینجا سه مدارک بدم بهتون. دوستان محبت کنن نشون بدن. ببین من متن نامه رو میخونم. تاریخش کیه؟ نام 16/8. 16/8. بله. میگه جناب آقای مهندس علی آبادی، معاونت محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی، با سلام و دعا به پیوست نامه 5 نوامبر 2007 فدراسیون بین‌المللی فوتبال جهت استحضار ایفات می‌گردد. یعنی پس نامه 5 نوامبر رو ضمیمه کردیم برای ایشون فرستادیم، نامه 5 نوامبر اینجا هم هستش. ضمناً مزید اطلاع موضوع مشابه مفاد نامه فوق توسط رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا در تاریخ 1 آبان ماه جاری عنایت کنید. 8 آبان تاریخ ثبت نام تموم شده. در 1 آبان ماه جاری به این جانب اطلاع داده شد و بنده در جلسه 2/8/86 موضوع را در کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال با حضور آقایان هاشمی و رغبتی و سایر اعضا مطرح نمودم. شما 2 آبان میگید با آقای هاشمی رغبتی این مسئله دقیقاً این نامه برای اینکه رونوشت به اونها هم داده شد. بس تو جلسه شده این بله. ابلاغ شده به آقای. بله این نامه رو من کتبی فرستادم. این نامه شفاهی نیست. 16 آبانه. بله ولی این که تو تاریخ... اگر نبوده بود اطلاع میدادن که آقا شما هم چیزی به ما نگفته بودی که. ببینید بنده گفتم که من در جلسه 2/8 این اطلاعات رو بهتون دادم. دوباره گفتم و گفتم همینطور در جلسه 6/8/86 کمیته مزبور، این کمیته انتقالی، با حضور آقایان فوق ذکر بعد از بازگشت از جلسه کمیته فنی فیفا و ملاقاتی که با آقای جرومی شامپاین در فیفا داشتم، مجددا این اطلاعات جهت انتقال سریع آن به حضرت عالی و اقدامات مقتضی در اختیار کمیته مزبور گذاشته شد.